مطلب بسیار مهمی که باید دقت کنیم درش این است که انسان باید از مقام شک به مقام یقین برسه. ماندن در شک این حتی از حیوان پستر میکنن، چون حیوانات شک نمیکنن. حیوان همیشه روی اون علمی که خداوند در درونش قرار داده و اوها ربک الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، خدا به زنبور عسل یاد داده که در کجاها لانه درست کن، در کجا مثلا از چه گلهای استفاده کن، اینا رو خداوند یاد داده به این دیگه. زنبور عسل هیچ وقت شک نمیکنه که آیا روی این گیاه بشینم یا روی اون گیاه، آیا این گیاه خوبه بشینم یا بده. شک نمیکنه هیچ وقت شک نمیکنه که لانم رو 6 ضلعی بسازم یا 4 ضلعی بسازم. هیچ حیوانی در کار خودش شک نمی کند. خداوند نحوه زندگی حیوان رو به طریقه فطری یا غریزی در حیوان قرار داده. این است که حیوان هیچ وقت شک نمی کنه در کارش. دوستش رو میشناسه، دشمن رو هم میشناسه. شک نمی کنه که مثلا بگه آیا این حیوانی که در مقابل من هست دوست منه یا دشمن منه. اینا رو میداند حیوان. این قرآن فرمود و اوها ربک الی النحل، خداوند وحی کرد که مثلا به زنبور عسل وحی کرد، یعنی اینکه خداوند علم زندگی رو به طریقه فطری در زنبور عسل قرار داد. این است که میگم انسان وقتی که شک میکنه این از حیوان حتی پایین تر میاد. البته حال شک دو جوره، در دو مرحله است. یا از انسان در امور دنیوی شک میکنه، ولی اون بحث نیست. آدم مثلا فرض کنید که شک میکنه که آیا زمین داره به دور خورشید میچرخه یا خورشید به دور زمین میچرخه. حالا اینا خیلی مهم نیست، اینا رو بالاخره انسان با تجربه با حس میتونه به دست بیاره. یا مثلا شک میکنه میگه که آیا زید از مسافرت اومده یا نیومده. این شک در علوم تجربی اینا حالا خیلی به انسانیت ضرر نمیزنه، اما بعضی از علوم هست که قرآن میفرماد اصلا در این علوم شک نباید ایجاد، یعنی قابل شک نیستن. ببینید بعضی از امور رو قرآن ذکر میکنه که اصلا اینها قابل شک نیستن ها. تنها حالتی که در مورد اینها متصوری یقینه. مثلا شما ببینید میفرماد افالله شک کن فاطر السماوات والارض، فاطر السماوات والارض. آیا در خدا شک است؟ ببینید یعنی اصلا میشه در خدا شک کرد؟ خدا یک حقیقتی است که اصلا قابل شک نیست ها، قابل شک نیست. افالله شک کن فاطر السماوات والارض. آیا در خدایی که فاطر آسمان ها و زمین است شک؟ یعنی اصلا میخواد بفهمد که خدای چیزی است که قابل شک نیست، نمیشه درش شک کرد. تنها حالتی که میشه برای خداوند تصور کرد یقین است، یقین، ایمان است. یا مثلا در جای دیگه میفهمد که و ان الساعه لا ریب فیها، قیامت اصلا شک در اون نیست، قیامت اصلا شکی در اون نیست ها. یعنی قیامت یه چیزی است که قابلیت شک نداره، نمیشه درش شک کرد. قیامت یه چیزی است که فقط میشه ایمان آورد بهش، میشه یقین آورد بهش. این هم یکی. یا میفهمد تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. تنزیل کتاب یعنی قرآن چیزی است که اصلا قابل شک نیست. تنزیل الکتاب لا ریب فیه من رب العالمین. این کتاب اصلا قابل شک نیست که از رب العالمین نازل شده. ببینید اینا رو قرآن داره به عنوان چیزایی، یکی خدا، یکی قیامت، یکی نبوت. این سه امر، این سه امر، سه تا اصل داریم در اصول دین، سه تا هستن دیگه. اون دوتا جز اصول دین نیستن، اون امامت و عدل اونا جز اصول مذهب هستن، مذهب شیعه. منتها دیگه از بس که شیعه بر اینها دلیل داره، برهان داره، مثل اصول دین در اومدن. حالا اصول دین سه چیز هستن: توحید و نبوت و معاد. و این سه چیز رو خداوند میفهمد که اصلا اینها قابل شک نیستن. اینا اصلا معقول نیست کسی بخواد بگه من در خدا شک دارم. معقول نیست که بگه من در معاد شک، آیا معاد هست یا نیست. معقول نیست که کسی بگه من در جریان نبوت و نزول کتاب آسمانی شک دارم. نه، نمیشه.
تنها حالت متصور این است که انسان یقین داشته باشه نسبت به اینا، ایمان داشته باشه نسبت به اینا. اگر انسان در اینها شک داشته باشه، حالا ما همین مسئله رو انشاءالله میخوایم بگیریم پیش بریم و اینو ریشیابی کنیم. علت شک در اینها چیست؟ چه اموری باعث میشه که انسان در این مسائل شک کنه، به یقین نرسه؟ البته این نکته رو خدمتتون عرض کنم، این شکی که من دارم میگم نه اینکه آدم واقعا مثلا بیاد بشین الان واقعا بگه آیا خدا هست یا نه. خیلی وقت هست که مثلا یقین، خیلی وقت هست که انسان خیال یقین میکنه ها، مثل اکثر خود ما ها. اکثر مسلمان ها که میگن ما یقین داریم به خدا، یقین داریم به معاد، یقین داریم به پیغمبر، اینا در واقع این خیال یقین ها، یقین نیست. لذا منظور ما از شک این نیست که واقعا کسی الان وقتی نگاه کنه به قلب خودش بگه من شک دارم در خدا. نه، این وقتی هست که انسان یقین داره منتها در واقع یقین نیست. کافی است که خدای نکرده 3 تا 4 تا 5 تا مصیبت بسیار سخت و طاقت فرسا برش وارد بشه تا بعد بگه اگر خدایی هست چرا داره این هم مصیبت رو من وارد میکنه. اونجا شک سر بیرون میاره ها. این همینی که خلاصه اونجور مصیبت ها خدا نکنه، حالا خداوند برای کسی پیش نیاره، اما اگر خدای نکرده آمد، شاید هم شنیده باشید این حرف رو از مردم، ببینید چند تا مصیبت پی در پی بسیار سخت برش وارد شد، بعد میگه اگر خدایی هست چرا من این همه من ظلم میکنه ها. جالب، اگر خدا هست چرا این همه، مثلا اگر خدا هست چرا من این همه در عمرم دعا کردم دعای من مستجاب نمیکنه. میگه اگر خدایی هست. اینه که این شک در درون اکثر ماها هست، اکثر ماها. اون تا چیزی که هست باید زمینش فراهم بشه تا ظهور کنه ها. اون یقینی که شما مثلا میبینید که حضرت ایوب اونجور مصیبت ها برش وارد شد که مثلا زلزله آمد بچهاش زیر آوار رفتن، مزرعه هاش آتش گرفتن همه سوختن، سیل آمد گله های گوسفندش همه رفت، بعدم یک بیماری به جانش افتاد که مردم همه از دورش رفتن، یعنی زندگیش رسید به صفر. ولی شما وقتی نگاه میکنید ببینید مرتب این انسان شکر میکنه خدا رو، مرتب شکر میکنه و هر بار که شیطان میاد که میخواد استفاده کنه از همین مصیبت ها و او را از خدا سست کنه، میبینید نه، ایمان هی قوی تر میشه، هی قوی تر میشه. ببین این یقین ها، این یقین چجوری برای انسان حاصل میشه؟ انسان نسبت به خدا باید چنین یقینی داشته باشه که اگر همه زندگیش رو خدا ازش گرفت و بدترین مصیبت ها رو به سرش آورد، انسان قلبش چنان محکم، چنان مطمئن، ذره‌ای در خدا شک نکنه و ذره‌ای در عدالت خدا شک نکنه و در این حال همچنان راضی به رضای خدا باشه. این چنین یقینی رو میگیم ما. خدا یه چیزی است که چنین یقینی در موردش باید داشته باشه انسان. شک قابل قبول نیست در مورد خدا.